وب3 نسل جدید اینترنت که دری به سوی دنیای ارتباط و تعامل رو برامون باز میکنه. بیاین با هم توی این راه قدم بذاریم و با مزایا و منابع وب3 آشنا بشیم. سلام، من سپیدم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم با 4مین بلاگ از سری برنامه‌هامون. ما توی کریپتو بلاگ در مورد هر چیزی که به دنیای کریپتوکارنسی و بلاکچین مربوطه حرف میزنیم. توی بلاگ‌های قبلی در مورد وب3 صحبت کردیم و تفاوتش رو با وب2 و وب1 متوجه شدیم. امروز قراره با همین بیشتر راجع به مفهوم وب3 صحبت کنیم و نقاط ضعف و قدرتش رو یاد بگیریم. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. خب امین، برای اونایی که بلاگ قبلی رو ندیدن میشه توی یه خط وب3 رو توضیح بدی لطفاً؟ بخوام خیلی خلاصه بگم، وب3 در واقع همون اینترنتیه که همین الان داریم ازش استفاده میکنیم، با این تفاوت که هر چی که داخل اینترنت داریم مالکیتش برای خودمون هستش. مگه همون اینترنتی که داریم چه شکل لازمه وب3 به وجود بیاد؟ اینترنتی که الان داریم خیلی هم خوبه، خیلی هم داریم ازش استفاده خوبی میکنیم. منتها مشکلی که وجود داره این هستش که متمرکز هستش. در واقع اینترنت یا همون وب2 که الان داریم اکثر کاربرا ازش استفاده میکنیم، هر چیزی که داخلش میذاریم در واقع متعلق به اون سروری هستش که داریم ازش استفاده میکنیم. برای مثال اگر شما به عنوان یک کاربر بیای توی اینستاگرام یه پیج بزنی و اونجا محتوا تولید کنی، فعالیت کنی، فالوور جذب کنی و هر کار دیگه بکنی، فکر کن که یهویی اینستاگرام بیاد کلا سرورش رو جمع کنه یا اینکه ایرانی‌ها رو بند کنه، که البته هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنه چون کلی از کاربراش ایرانی هستن. توی این شرایط هر دارایی که تو اونجا داشتی، هر محتوایی که تولید کردی، هر فالووری که داشتی، همشون میپره و مجبوری که دوباره از صفر شروع کنی. در حالی که اگه تو یک فضای وب3 برای خودت داشتی و اونجا میتونستی این محتوا رو تولید کنی، همه محتوات به شکل NFT روی بلاکچین ذخیره میشدن و حتی اگر اینستاگرام هم کاملا از بین میرفت، بازم محتوای تو سر جاش بودن و میتونستی بهشون دسترسی داشته باشی. مالکیت دارایی که گفتی، حریم شخصی چجوری حفظ میشه؟ حریم خصوصی هم به دلیل اینکه بلاکچین از قابلیت کریپتوگرافی استفاده میکنه، میتونیم اینجا خیلی بهتر و راحت‌تر و در واقع امن‌تر استفاده کنیم از این فضا. فکر کن که توی وب2 شما اگر بخواید ایمیل بزنین به کسی، اول باید برین یه حساب ایمیل توی مثلا گوگل باز کنین که اون اطلاعات کاملا روی سرورهای گوگل ذخیره میشن و وقتی که شما هم ایمیلی به کسی میزنین، اون محتوا و متنی که داخل ایمیل هستش روی سرورهای گوگل ذخیره میشن و علاوه بر شما و گیرنده، اون کسی که صاحب سرورها هم هستش میتونه به این محتوا دسترسی داشته باشه. در حالی که روی وب3 اینطوری نیست. شما با استفاده از کیف پولتون میرین روی فضای وب3، یک ایمیل میفرستین به اون حساب کاربری که میخواین و کل اون به صورت کریپتوگرافی شده روی بلاکچین ذخیره میشه برای همیشه و هیچ کس به جز شما و اون شخص گیرنده ایمیل که پرایوت کی مخصوص خودتون رو دارین نمیتونین به اون محتوا دسترسی داشته باشین. اوکی، خوبی‌هاش هم گفتی، حالا بدی‌هاش هم بهمون میگی؟ یکی از بدی‌هایی که فضای وب3 در حال حاضر داره اینه که چون اکثر پلتفرم‌های وب3 دارن از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ استفاده میکنن، اکثرا نیاز به سیستم‌های قوی دارن. برای همین احتمال زیاد در آینده ما نیازمند گوشی‌ها و سیستم‌های خیلی قوی تری هستیم که بتونیم از این سرورها و سرویس ها استفاده کنیم. و موضوع مهمتر از اون هم موضوع داو هستش. داو چیه دقیقاً؟ برنامه قبلی هم گفتی ولی راجبش حرف نزدیم. داو در واقع جامعه حکومتی خودگردان غیر متمرکز هستش. به این معنی که توی این جامعه یک نفر یا یک نهاد خاص برای همه تصمیم نمیگیره، بلکه همه اعضای اون کامیونیتی که توکن اون پروژه رو در اختیار دارن برای تمام مسائل اون پروژه تصمیم گیری میکنن و همه موضوعات به رأی گیری گذاشته میشه تا همه بتونن نظر خودشون رو در این مورد بگن. اینجوری جلوی خیلی از فسادها و خیلی از مشکلات گرفته میشه. خب این کجاش الان بده؟ خوبه که مشکل بزرگی که برای داو وجود داره این هستش که چون که بر اساس توکن ها و میزان توکن هایی که هر کاربر داره
قدرت رأی هم پیدا میکنه و توی رأی گیری ها شرکت میکنه. اگر یه نفر پول زیادی داشته باشه میتونه اون توکن خاص رو از صرافی بگیره و به والت خودش بفرسته و اینجوری توی رأی گیری ها اعمال نظر بکنه. مشکل دیگه ای که وجود داره این هستش که چون که اکثر پروژه های وب 3 اوپن سورس هستن و کد پروژه ها برای عموم آزاد هستش، اگر هکرها بتونن توی این کدها یک باگ بزرگی پیدا کنن و بتونن اون کانترکت رو هک کنن، امکانش وجود داره که توکن های زیادی رو برای خودشون به وجود بیارن، در واقع مینت کنن و اینجوری عملا همه چیز زیر سوال میبرن. اتفاقی که برای اتریوم افتاد و مقدار زیادی از اتریوم هم دزدیده شد، برای همین هم مجبور شدن که روش فورک بزنن. خوبی‌هاش هم گفتی، بدی‌هاش هم گفتی. حالا بهمون بگو که از کی قراره از وب 3 استفاده کنیم و همه گیر بشه. این که بخوام پیش بینی بکنم که کی وب 3 همه گیر میشه خیلی سخته، ولی طبق پیش بینی هایی که میشه این هستش که تا سال 2025 دیولپرها و توسعه دهنده ها روی وب 3 بیشتر کار کنن و از سال 2025 به بعد کم کم اقبال عمومی انجام بشه و اکثر مردم بیان روی وب 3 و بتونن ازش استفاده کنن. توی این بلاگ با امین بیشتر روی مفهوم وب 3 متمرکز شدیم و با مزایا و معایبش آشنا شدیم. به نظر میرسه وب 3 هنوز راه زیادی داره تا جاشو بین عموم کاربرای اینترنت باز کنه، ولی قطعاً آینده روشنی داره. لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر سوال یا نظری داشتین زیر همین ویدیو برام بنویسید. مرسی که ما رو تماشا کردید.